دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خوش اومدید به برنامه شماره 70 پل ارتباط با همکاری و همیاری خانم دکتر راکیه و استاد هادیه از کابل، افغانستان. این برنامه ها برای کمک به مردم، زنان و کودکان افغانستان هست به طریق یک پل ارتباط. ما یک پل ارتباط هستیم، به ما کمک کنید که ما بتونیم این ارتباطی بودن خودمون رو، این پل ارتباط بودن خودمون رو بین شما و دیگران به نحو احسن انجام بدیم. توی افغانستان یک کودکان و زنانی هستن که مدرسه نمیرن، دکتر ندارن، حتی تو بعضی از شهرها به قول افغان ها میگن تذکره، شناسنامه ندارن و این خیلی دردناکه و ما میخوایم کمک کنیم از طریق خود مردم به مردم کمک کنیم. مردم همیشه توی دنیا و تاریخ موتور تاریخ بودن. بی‌تفاوتی مردم، جنگایی که مردم با همدیگه میکنن، این کینه هایی که با همدیگه دارن، این مذاهب و ملیت ها و فرهنگ های مختلف و گاه متضادی که مردم دارن، این متاسفانه بهترین قدرت برای دولت ها که بتونن بر مردم حکومت بکنن و یا برای مردمی که دارن توی اون کشور و یا توی اون دنیا زندگی میکنن مسائل و مشکلات مذهبی، فرهنگی، اقتصادی به وجود بیاره. و مثال زنده من هم، یعنی مثال زنده امروز من هم همین وضعیت اوکراین و روسیه و میبینید این جنگ داره هر روز آتش شعله‌ورتر میشه و دود این جنگ میره توی چشم مردم امروز دیگه دنیا، یعنی الان مردم دنیا داره قربانی جنگ. خب یه اتفاق کوچیکی افتاد توی برنامه ما. دوباره برگشتم خدمت شما و برنامه رو دارم با شما میبرم جلو. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، بله، برای جلو بردن برنامه هامون سخت نیازمندیم. فرش فروشی غنی علیزاده، بله. اگر دوست دارید به این کودکان، زنان کمک بکنید، ما توی این برنامه هامون یک سری از این هموطنهای افغان شما میان، پیام میذارن، مشخصات میذارن، شماره تلفن میذارن، توی وضعیت بسیار بدی هستن. یعنی بعضیاشون اگر بهشون دارو نرسه میمیرن و یه عده‌شون هم خب ما که خبر نداریم از این دنیا میرن و از دنیا هم نرن، دارن با وضعیت بسیار بدی زندگی میکنن. و اگر شما فکر میکنید که آدم ها براتون مهم هستن و باید به اونها کمک بکنید، ما الان یک پل ارتباط هستیم بین شما و هموطنان خودتون. حتی اگر تو ایران هم میخواید به اونها کمک بکنید، ما این پل ارتباطمون رو داریم با برنامه هایی که میبریم جلو، هرچه بیشتر گسترده تر میکنیم و به گوش کسای دیگه هم میرسونیم و باورمون بر اینه که بهترین قدرت برای کمک به مردم خود مردم هستن، چون مردم همدیگر رو میبینن و میتونن به همدیگه کمک بکنن. من میخواستم برنامه امروزمون رو با صدای خانوم راکیه شروع بکنم در رابطه با کسایی که نیاز به کمک دارن. ایشون یه پیامی گذاشتن، شما میتونید توی برنامه های ما پیام بگذارید و پیام خودتون رو به گوش دیگران برسونید. کابل ببریدش فخامه باید پاش سخته شود، غیر از او پاش گنده میشه، قطع میشه. مسیج گذاشته بودن که
که کسی بتانه کمک کنه. یه عکس بچه خودم روان کردن. من دوباره میذارم پیام از اول گوش کنید. سلام، امید خوب باشین. این خانم در پلخمری زندگی میکنه. شوهرشان نابیناست، 4 طفل داره. طفلکشان موتر زده چند وقت پیش و موترم فرار کرده رفته. این بچه پاش آگار است. در اونجا دکتر سیام نیست. یعنی خانم خیلی نگران کننده است، نگران است. دکتر اینجا گفته باید بزرگترین فرصت کابل ببره در شفاخانه. باید پای سختیر شود، غیر از او پاش گنده میشه، قطع میشه. مسیج گذاشته بودن که کسی بتانه کمک کنه. یه عکس بچه خودم. بله، یک خانم یه عکسی از بچهش فرستاده بوده. این عکسیه که فرستاده، یک موتوری زده به یک کودکی و فرار کرده و اگر این به کابل نرسه پای این بچه قطع میشه برای همیشه توی زندگیش. این پای یک کودکه، میبینید به اصطلاح خیلی نازک هست این پا و اگر دوست دارید به این کودک کمک کنید با برنامه ما تماس بگیرید، کامنت بذارید. خانم راکیه از کابل این مادر رو میشناسن، یه جوری با ایشون تماس گرفتن و میتونیم به همدیگه کمک بکنیم. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من باورم بر اینه که اگر هر کدام از ماها توی زندگیمون به یک آدم کمک بکنیم، برای یک آدم که توی زندگیمون هست با تفاوت باشیم و باعث بشیم زندگی اون آدم عوض بشه، این خوب بودن میتونه یک روزی دنیا رو عوض بکنه. چون باور همیشگی من اینه که هنوز و هنوز و هنوز توی این دنیای وحشی و بد آدمای خوب زنده هستن و دارن زندگی میکنن. ما توی کابل یک طرح بسیار جدی و اساسی رو داریم و اون ساختن یک کلینیکه. یک کلینیک بسیار مدرنه. خانم هادیه، استاد هادیه دنبال این برنامه هستن، یعنی دنبال این هستن که وسائلی رو که این کلینیک نیاز داره فراهم بکنن، دست گلشون درد نکنه و ما اگر بتونیم و اگر شما کمک بکنید به ما از تمامی پزشکان، دکترا، پرستارا، کسایی که تو زمینه پزشکی هستن، کسایی که دوست دارن کمک بکنن که این کلینیک زده بشه، خواهش میکنیم به ما کمک بکنید. ما این کلینیک رو بزنیم. سعی میکنیم با پیشرفته ترین وسایل پزشکی در خدمت مردم افغانستان باشیم. اسم این کلینیک رو میخوایم بزنیم پل ارتباط. مسئله پول درآوردن از این کلینیک نیستش، ولی هدفمون اینه یک کلینیک بسیار مدرن باشه. الان تو دنیایی که شما دارید زندگی میکنید، یه خبر خیلی عالی رو بذارید براتون بدم. این خبر رو شما میذارم توی صفحه تلویزیون ببینید. بعد از این خبر برنامه‌مون رو بازم با شماها ادامه میدیم. الان توی دنیا نورو ایمپلنت وجود داره، یعنی یک چیپ هایی رو میکارن توی مغز و این چیپ ها به قسمت هایی از مغز که مربوط به دیپرشن شما، حافظه شما، مموری شما، درد شما اینها میشه، انرژی میده به مغز، به سلول های مغز انرژی میده به توسط اون سیگنال هایی که داره میفرسته و میتونن اون بیماری رو درمان کنن. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این خبر بسیار شگفت انگیزه. الان شما حتما اطلاع دارید دیگه، کسایی که به روانشناس مراجعه میکنن شاید بعد از 40 جلسه، 20 جلسه، نمیدونم 30 جلسه تازه راه حلشون تجویز داروه که باید این داروها رو توی مدت بخوره. یه موقعی همه دوزش زیاد میشه، ولی الان با اون چیپ که کار میذارن توی مغز اون آدم میتونن دیپرشن رو و بیماری های مختلف مغزی رو درمان کنن و این کار رو تا حالا کردن و این کار اگر ادامه پیدا بکنه اصلا تعریف روانشناسی باید از دیپرشن و بیماری های روحی و روانی عوض بشه.
داره یک بحران خیلی جدی چه تو بیزینس روانشناسی به وجود میاره، چه توی تعریف روانشناسی از مسائل و مشکلاتی که داره. اساساً روانشناسی رو علم رفتارشناسی تعریف کردن و روانشناسا میان بیشتر با داروهایی رو که از طریق روان درمانگرها تجویز میکنن هورمون‌های مغز رو کم و زیاد میکنن. حالا سروتونین هست، اندورفین هست، دوپامین هست، کلا هورمونایی که توی مغز هستن، اونا باعث میشه که طرف یه سری احساساتی رو پیدا نکنه. ولی الان دارن چیپ میکنن توی مغز و اگر دوست داری در رابطه با این موضوع بسیار جالب اطلاعات بیشتر داشته باشید با من تماس بگیرید. من میتونم فقط شما رو به اصطلاح کانکت کنم به مراکزی که این کار رو انجام میدن و بخصوص بعضی از مراکز نیاز به افرادی دارن که روشون امتحان بشه و شما رو چارج نمی کنن، یعنی به صورت رایگان انجام میگیره و این ویدیویی که شما الان نگاه میکنید توی همین زمینه است. تا اونجایی که میتونید سعی کنید این ویدیو رو متوجه بشید. منم یه مقداری بهتون کمک میکنم، یه قسمتایشو قطع میکنم و دوباره وصل میکنم تا شما یه مقداری بله. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. خب دوستان عزیز و بینندگان Major depressive disorder, MDD, or clinical depression as it's more commonly called, is a medical condition and is a severe mood disorder that affects behavior and psychological and physiological functions, even things like sleep and ability to work. It can affect a person's daily life, causing a perennial and persistent feeling of sadness or loss of interest in everything around them, including activities that provide pleasure, such as indulging in a favorite hobby or even sex. There's feelings of guilt and agitation and restlessness, sleep and appetite disruption, inability to think clearly, and it's really not something that people can just snap out of with their willpower or by exercising or getting enough sleep. ایشون داره الان در رابطه با مسائل مشکلاتی که یک آدمی که دچار دیپرشن هست صحبت میکنه و دوباره میپردازه به MDD is actually quite common. It is more common than we think it is, and it is often undiagnosed. But it can be treatable with medicines and drugs. Sometimes some forms of MDD can be resistant to treatment with drugs. There are over 200 to 250 million people in the world. بله الان توی دنیا 250 میلیون آدم وجود دارن که از دیپرشن رنج میبرن. خب همطور که ملاحظه فرمودید یکی از روش هایی که به کار میبرن مسئله دارو و داروهایی که به این بیمارها میدن و در ضمن یک خبری هم هست، یک آماری هم هست که یک سری از این کسایی که از این داروها مصرف کردن خود اون داروها بعدا من سعی میکنم لینکشو برای شما بذارم، ویدیوشو برای شما بذارم بدونید. در ضمن دوستان عزیز و بینندگان گرامی این برنامه‌ای که من شروع کردم یک سری برنامه‌های آکادمیک تحقیقاتی و علمیه. شما اگر دوست دارید این برنامه‌ها رو دنبال بکنید دو تا جهت، اگر خودتون مسئله و مشکلات روحی و به اصطلاح روانی دارید به لحاظ مغزی میتونید پیام بذارید، ما خوشحال میشیم به شما کمک بکنیم با اطلاعاتی که بهتون میدیم و جاهایی رو که میتونیم بهتون معرفی بکنیم و یا روش‌هایی که امروز برای یعنی درمان دیپرشن وجود داره و این روش‌های کاملا جدید آلترناتیو مثل اکسیژن تراپی، مثل مگنت تراپی، مثل نوروپلاستیسیتی، مثل همین نورو ایمپلنت و همچنین مثل استم سل، یعنی با استم سل میتونن بعضی از بیماری های روحی و روانی رو
درمان بکنن. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، اگر تو این زمینه علاقه‌مند بودید، چه برای خودتون چه برای تحقیقاتی که علاقه‌مند هستید کامنت بذارید. ما این برنامه‌ها رو داریم خیلی جدی میبریم جلو. بله، یکی از ساید افکت ها یا عوارض جانبی همین داروها اینه که بعضی از بیماری ها رو برده به سوی خودکشی. و اینکه علت چیه که این داروها تونسته این آدم رو ببره به سوی خودکشی، اینو ما به دنبالش میریم و شما رو در جریان کاملش قرار میدیم. ولی توی این برنامه که الان دارید نگاه میکنید، اینا یه مرکزی هستن که از طریق کاشتن چیپ توی مغز دیپرشن رو درمان میکنن و این مسئله بسیار جنجالی و بحرانی و جالبه. خب من برنامه رو دارم ادامه میدم. بله، این globally affected with various levels of depression, and it is thought that nearly 1/3 of these people are resistant to all kinds of available treatments and drugs. Now, researchers in the University of California, San Francisco have made a breakthrough in treating the condition using a surgical implant that delivers بله، سرجیکال ایمپلنت، یعنی یک سرجری وجود داره که چیپ رو میکارن توی مغز، توی کالیفرنیا، البته که شهرهای دیگه آمریکا هم هستش و یک جاهایی هم این کار رو با ربات با آدم چی میگن؟ بله، با ربات انجام میدن. electrical stimulus and impulses to precisely targeted locations in the brain. These kind of implants have been done before and work in a very similar manner, but the results are highly variable and they change from person to person. They are in fact even dependent on the person's current mood and emotional state. This process ایشون داره توضیح میده که این روش رو قبلا به کار بردن و این بستگی به شرایط اون آدم داره. از آدم به آدم این روشی رو که به کار میبرن، یعنی چیپ میکارن توی مغز و از طریق اون چیپی که توی مغز وجود داره سیگنال، انرژی، الکتریسیته میفرسته به سلول های مغز و سلول های مغز رو فعال میکنه. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، یکی از اصلای اساسی توی دنیای امروز این تئوری، این فرضیه است که همه چیز انرژی و انرژی همه چیز هست و الکتریسیته یک انرژی هست و اینا انرژی میدن به مغز. و یکی از دلایل این که سلولای مغز به توسط سیناپس ها نمیتونن با هم دیگه ارتباط خیلی خوب برقرار بکنن، انرژی خیلی خوبی ندارن که با هم دیگه اون ارتباطات سلولی رو برقرار بکنن و یه موقع‌هایی انتقال اطلاعات از این سلول به اون سلول و این کاری که اینا انجام میدن این حرکت رو تسریع میکنن. These kind of treatments are called deep brain stimulation, and it is actually quite a promising therapy. It has been tried for various other mental disorders like OCD and even bipolar disorder. But these researchers now, what they've done is that they have shown the ability to treat severe treatment-resistant depression over long term in a personalized manner for individual patients. This trial was done on a single patient by the researching team, a patient who had childhood onset of depression and had been struggling throughout her life. The device works. بله، دارن توضیح میدن که این عمل رو کسی انجام دادن که از بچگی این دیپرشن رو داشتن، یعنی سابقه خیلی زیاد داشته ولی کار کرده. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، ما نیومدیم فقط این خبرها رو به شما بدیم و بریم، اومدیم کنار شما باشیم، خدمت شما باشیم و به شماها و به همدیگه و به خصوص به خودمون کمک بکنیم که شما با یک دنیای تازه تر آشنا بشید توی پیشرفت‌های انسان امروز توی زمینه پزشکی و به خصوص alternative medicine. ما دو تا مدیسین توی دنیای امروز داریم. یکیش وسترن مدیسین، همین روش‌های قدیمی که استفاده میکنن
برای بیماری های شما از دارو و جراحی و اینها استفاده میکنن و یکی روش دیگریه که این روش با اون روش کاملا فرق میکنه و بهش میگن alternative medicine. By identifying neural biomarkers that trigger the therapy or electrical pulses when the severity of an MDD symptom goes up. The researchers used the person's own physiological activity and emotional state and selectively triggered stimulation to the brain. This process is called closed loop stimulation as opposed to open loop stimulation, where irrespective of how the patient is feeling, treatment is provided in the form of electrical pulses. Closed loop seems to work better as this trial indicates, and we will see why. To perform closed loop stimulation, there needs to be a parameter that needs to be checked and monitored to identify the patient's mental and physiological state. This is a biomarker that is indicative of MDD symptoms. Before this research, such a biomarker had been unidentified. This team now, through their experiments with this one person, have successfully identified a biomarker and used it for closed loop therapy with good results that seem to have successfully treated the patient's depression. The research was led by بله همونطور که ملاحظه فرمودید، حالا بعدها من این ویدیو رو کاملش رو میذارم بالای این پست یا زیر این پست دو تا جا میذارم، هم توی توضیحی که دارم میدم در رابطه با این ویدیو خدمتتون هست و هم توی کامنت ها میذارم. دوست داشتید این ویدیو رو نگاه بکنید و من سعی میکنم یک ترجمه فارسی کلی بذارم که شما اگر این فیلم رو نگاه کردید متوجه بشید چی به چی است. ولی من الان دارم خدمتتون توضیح میدم دیگه. توی دنیای امروز دارن با بیمار، اصلا با همه چی دارن بیزنس میکنن. دنیای امروز یک دنیاییه که با هر چیزی که شما روش انگشت بذارید و مقدس هست، در عین حال به کثافت هم اون قداست رو کشوندن. یاد عیسی افتادم. عیسی یه آدم مقدسی بود، خودش خیلی کم زندگی کرد، شاید سن 30 و چند سالگی گرفتنش گذاشتنش بالای صلیب. ولی همین به اسم همین عیسی توی تاریخ ما قرون وسطا داریم. یعنی توی قرون وسطا فجیع ترین شکنجه ها رو بر علیه مردم به اسم عیسی انجام دادن. برید تاریخ قرون وسطا رو بخونید، ببینید به این اسم عشق، به این اسم محبت، به اسم همین حرفایی که عیسی زده چه جنایاتی توی تاریخ صورت گرفته. خود ژان دارک رو، زندگیشو بخونید، همین مسیحی‌ها، حتی کشور خود اینها رو از دست انگلیس ها نجات داد. ژان دارک کسی بود که به گفته موریس مترلینگ، برتولد برش، گوستاو لابون، چند تا نویسنده متضاد و متفاوت، کسی بود که اومد و فرانسه را دست انگلستان نجات داد. و حتی بعضی اعتقادشون بر اینه که زمینه‌های انقلاب فرانسه از همین حرکت دوشیزه اورلئان ژان دارک بود. ولی آخر زندگی ژان دارک رو بخونید، میذارنش وسط شهر، سیاست فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها، توطئه‌ای که بر علیه این دختر میکنن، به اسم جادوگر آتیشش میزنن. خیلی دردناکه، یعنی خیلی ناباورانه است، ولی باور باید کرد. بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، شما دارید در دنیای زندگی میکنید که با همه چیز داره بیزینس میشه و پشت این بیزینس ها هم دروغه، به شما راست نمیگن، حقیقت رو براتون بیان نمیکنن، برای اینکه به حماقت شما، معذرت میخوام، منظورم شما اینو نیستی، نیاز دارن، رو همینا دارن بیزینس میکنن. یاد یکی از این گروه ها افتادم، با یه خانومی ازدواج کرده بود، یعنی خانم دوستش رو گفته بود طلاق بگیره که بیاد با اون آقا ازدواج بکنه. بعد اومد به هوادارانش گفت شما اگر به این ازدواج شک بکنید
از شکتون به خدا بالاتره. چرا؟ برای اینکه شما این ازدواج رو میبینید ولی خدا رو نمیبینید. و این بچه های این گروه هم که تو ایران خیلی معروف هستن و کنار عراق هم قرار گرفتن و از یک جنایتکاری به نام صدام هم حمایت کردن و یه زمانی هم از خمینی حمایت کردن. همون اوایل میگفتن خمینی امامشون شده بود. حالا ببین نکن اینا دارن بیزنس میکنن، ولی تمامی حرفم توی اینجاست که دسته دومم این حماقت رو، این بسته حماقت رو قبول کرد و به کسای دیگه انتقال داد و توی دنیای امروز ما به آدم‌هایی متاسفانه نیازمند نه، ولی بر اساس آدم‌هایی داری میره جلو که استادن در احمق پروراندن و دسته دوم هم مثل دسته اول هستن، اونا هم استادن در احمق بودن. اصلا فکر نمی کنن این کاری که دارن میکنن چقدر درسته. توی این زمینه که ما هم دیگه داریم صحبت میکنیم پزشکی، یه موقع به یه آقای خانمی میگن مثلا گلگاو زبان بخور، میگه بذار دکترم سوال کنم گلگاو زبان بده خوبه؟ یا نمیدونم یه سری داروهای گیاهی که میخوان بهشون معرفی کنن برای مصرف کردن میترسن این کارو بکنن. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، برنامه امشب کابل رو داریم تموم میکنیم. من کامنتی ندارم، یه موقعهایی به خاطر نتمون نمیتونم کامنت ها رو بخونم. بله هیچ مسیجی هم نیستش، فقط یک مسیجی رو خانم راکیه عزیز گذاشتن که من دوباره این مسیج رو برای شما تکرار میکنم. اگر دوست دارید به این مادر کمک بکنید که دست کودکش، بله دست این کودک الان در حال قطع شدنه، یک کودک بیپناهیه، پدرش هم انگار نابیناست، وضع مالیشون خیلی بده، یک موتوری زده به این بچه و فرار کرده و این بچه الان نیاز به کمک داره و این هم صدای خانم راکیه هست. سلام، امید خوب باشین. این خانم در پلخمری زندگی میکنه، شوهرشان نابیناست، 4 طفل داره، طفلکشان موتر زده چند وقت پیش و موترم فرار کرده رفته. ای بچه پاش اوگارز در اونجا دکترای سیام نیسته، یعنی خانم خیلی نگران کننده است، نگران است. دکتر اینجا گفته باید بزرگترین فرصت کابل ببریدش به خانه، باید پای سخت تیر شود، غیر از او پاش گنده میشه، قطع میشه. مسیج گذاشته بودن که کسی بتونه کمک کنه. یک عکس بچه خودم روان کردم. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، برنامه شماره 70 پل ارتباط، خیلی ممنون که این برنامه رو نگاه کردید. اگر دوست دارید این برنامه رو با دوستانتون در میون بگذارید، شیر کنید، کامنت بذارید، انتقاد بکنید، کمک بکنید، هر کاری که دوست دارید بکنید. ما این برنامه ها رو با هر نیروی، قدرتی، توانی برنامه میبریم جلو و منتظر هستیم که شما برای ما پیام بذارید و با پیام های شما آشنا بشیم. برنامه امشب رو میخوام با یک شعر از خودم تموم بکنم به نام خانم، خیلی ممنونم خانم آزیتای عزیز. بله من این برنامه ها رو به خاطر همین تشویق ها و حمایت شما ادامه میدم. خانم آزیتای نازنین جمشیدپور که از بینندگان همیشگی ما هستن و ما رو تشویق میکنن از کشور آلمان. بله ما این برنامه ها رو ادامه میدیم و حتما هم خیلی جدی‌تر میگیریم و میبریم جلو. و اما شعری که میخوام براتون بخونم و برنامه امشب رو تموم بکنم، از گلی باقی ساختن. از گلی باقی ساختن، با آجری کاخی
ساختن. از لبخندی تولدی دوباره یافتن، با قطره ای اقیانوسی را داشتن و یا یافتن، با نسیمی از نسیمی طوفانی را یافتن. اسم این شعر آفرینش در نگاهه. بی‌نیازی در نهایت نداشتن، بی‌نیازی در نهایت نداشتن. این کیست؟ این کیست که از اوج در من با تو سخن میگوید و اساره تمامی کتب پیامبران را از زبان لالی یافتن، که دوست بدارید، که عشق بورزید، همین شما را و ما را بس است. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، تو این فاصله خانم راکیه زنگ زدن. خب ببینم دوباره اگر زنگ بزنن ببینیم صحبتی حرفی پیامی دارن. و برنامه امروز ما، یعنی امشب کابل ما و امروز 9:30 صبح ونکوور ما تموم داره میشه. مطمئنا نت ایشون هم ضعیف هستش ولی شاید کانکت بشه. نه خیر، نتونستیم ارتباط برقرار کنیم با خانم راکیه. خب برنامه امشب رو ما الان تموم میکنیم تا 2-3 دقیقه دیگه. اگر خانم راکیه زنگ زدن نزدن میذاریم برای بعدن. من بهشون زنگ میزنم، اگه جواب دادن که خیلی خوب میشه با هم دیگه صحبت بکنیم. نشد بهترین آرزوها رو برای شما دارم از خدایی برای تک تک این خواهر و برادرهای عزیز. بله یه پیامی هم خانم آزیتا گذاشتن، من پیام ایشون رو میخونم براتون الان و برنامه امروزمون رو تموم میکنیم دیگه. متاسفانه انگار موفق نمیشیم با خانم راکیه تماس بگیریم. بله نتشون ضعیفه. خانم آزیتا پیام گذاشتن از خداوند برای تک تک این خواهر و برادرهای عزیز فیض و برکت رو میطلبم. خیلی ممنون که برامون آرزوهای خوب میکنید خانم آزیتا. بله خانم بفرمایید. الو بفرمایید. خانم راکی صدا میشنوید شما؟ نتتون ضعیفه قطع میشه. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی متاسفانه نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم با خانم راکیه و برنامه رو تمام کنیم تا فردا شب ساعت 9 شب به وقت کابل. بهترین آرزوها رو برای شما دارم. مرسی که این برنامه رو نگاه کردید.